هم که انجام دادیم. امروز مسابقه با دکتر علی آبادی ریاست سازمان تبریک بدیم. ممنون از واگذاری سهام دو تیم پیروز استقلال به بخش خصوصی بود که امروز واگذار شد. این صحنه اینجا خانم با پژو رد میشه و برمیگردن نگاه اینجا درگیری انجام شد. من فکر کنم توپی که اینجا خود علی فرمید این دعوا رو تشنج ما گزارش بچه‌مون در باشگاه خبرنگاران برامون خبرگزاری مهر برامون گرفتن که تشکر می‌کنم ازشون. مصاحبه کوتاه رو هم میشنویم. بعد من میگم برمیگم که این موضوع ببینیم. بچه‌های ما ببینید من خوب نمی‌خواستم حرمت‌ها شکسته شه. بچه‌های ما تو درگیری 3 نفر بودن. اخوی آقای دایی به اضافه 20 تا پسر کارمنداشون اونجا بود. که تا فکر کنید چیز دستی که علی فرمان وقت صحبت تو خونه. بریم 50 نفر ما سینال ما حساب نمی‌کنم که بخواد علی دایی گندشون باشه. مثلا آقای سردنصایان تشریح سلام آقای سردنصایان. نه هنوز ما تیم تحلیل تیم باخته یعنی من تازه قرارداد نمی‌کنم. تلفنی داریم با شاغلان. سلام شاغلان. وکیل ایمان داشته باشی فقط به خاطر مردمان شیراز توی تیم میمانه. ایمان داشته باشی تیم سال لیگ برتر میمانه. آقای کروکندی شما اصلا خبری ازتون نیست. ببین منم ساعتی خوب شهرداری من دارم واسه میگم زادگانه در دست گرفتم. خب یه سری نوع ملایماتی که در لیگ برتر بود متاسفانه ما 8 سال مداوم با زوبان کار کردم ولی واقعا دست موزیک مربی نبود. آقای حاج رضایی شما بعد تیم ملی چجوری می‌بینید؟ نه عرض و احترام با آقای دایی و کاروانشون ابتدا بایستی عفو کنم راهی که ایشون داره میره کم اشتباهات مثبت رو داره. ابتدا ایشون بایستی در ادبیات به کار رفته از تیم. آقای دایی شما این حرفا رو قبول دارید؟ نه شما واسه خودش سه حساب این هست ساله میشه. فیلمی که اومده بازی کرده بازیکن کلاس میزنه برای تیم ملی. آقای آسمیان ما عذر میخوام ببخشید میگیم بیا میگه کس میام از اونور دنیا. بعد ما با آقای عذر میخوام ببخشید کریمی میگیم من بعد برسم تهران فکر کنم مگه تیم ملی فکر کردن نداره. آقای ترنمی انسان میگن خوب توی واسه خدا رو شکر امسال بعد از این همه حاشیه‌ای که تو استقبال بود امسال در دست گرفتیم. فقط یه خواهشی داریم آقای فردوسی پور یه ذره ما رو از زیر ذره‌بینش خارج کنه بذار ما به حاشیه کارمون انجام بدیم. و آقای قطبی تشریف آوردن. سلام من سلام از خدمت شما همکار گرامیتون. من فکر می‌کنم که بازی خیلی خوبی بود. قلب شیک این تیم داره، قلب قهرمانی تیم میتپه. یک کاراکتر خیلی خوبی داره کریم تو میانه میدان. این خیلی برای تیم بزرگه. این خیلی خوبه. آقای مجید جلالی هیچ خبری از شما نیست. اون شوها و اون ملاکا که تو تیم باشه نیست. ما ثباتی رو تو تیم استقلال ندیدیم این خیلی برای تیم. گزارشگر شیراز چطوره؟ حساب بلند علی زاده و تو دروازه حالا یادداشت می‌کنیم در دقیقه. گزارشگر اصفهان چه خبر؟ اون مسئله دروازه باشه تو دروازه رو میگیره و یخ بازی در 8مین دقیقه از این دیدار